دومین مرحله توزیع کمک نقدی برای 300 تن از کسبکاران در بادغیس. سید حامد حامی مدیر اطلاعات و نشرات هلال احمر افغانی در بادغیس میگوید که این اداره در دومین مرحله از توزیع کمک‌های نقدی برای 300 تن از کسبکاران در بخش‌های ذکور و اناث در مرکز و ولسوالی بالامرغاب پول نقد مساعدت کرده است. به گفته آقای حامی، در این مرحله برای هر فرد مبلغ 20,000 افغانی به منظور حمایت و گسترش تجارت‌های کوچکی که پیش از این با حمایت مالی این اداره راه اندازی شده بود توزیع شده است. مبلغ 20,000 افغانی به هر فامیل یا به هر تجارت پیشه ما پرداخت کردیم. اونا رفتن اون وسایلی که مورد نیاز از اونا بود خریداری کردن و ما تجارت کوچک را آغاز کرد و امروز خوشبختانه مرحله دوم از یا قسط دوم قراره بر از اینا پول نقد توزیع شود. محمد عارف یکی از مستفید شدگان از دریافت این کمک‌ها ابراز خرسندی کرده و گفته است که با این کمک می‌تواند کسب و کار خود را رونق بخشیده و از این طریق نفقه خانواده اش را تأمین نماید. توانستیم که برای خود دکان یا کسب خیاطی برای خود دکان باز کردیم و کسی که کمک میکنه برای اینا خدا بر اینا خیر بدم بازم. گل محمد یکی دیگر از مستفید شدگان از سایر نهادهای کمک رسان خواستار توزیع کمک‌های بیشتر برای حمایت از قشر کسب کار شده است. تشکر که از با ما مثلا کمک کرده و دیگر برادرام هم کمک کنه که اون اندازش به دهنش برسه. ما خیلی راضی هستیم. گفتنی است که این کمک‌ها در 3 مرحله برای حمایت از کسبکاران توزیع می شود و مرحله سوم توزیع آن به زودی آغاز خواهد شد.